آقای رضایی سلام و صبحتان بخیر. بسیار زود خوش آمدید. سلام و عرض ادب خدمت شما مجری صاحب گرامی و سلام خدمت بیننده های عزیز. بسیار خوشحال هستم که فرصت یافتم در برنامه صبح معارف حضور داشته باشم و درباره موضوع مهم آموزش و نقش آن در جامعه با شما و عزیزای بیننده صحبت داشته باشم. جان سپاس آقای رضایی. به سلامتون. علیکم السلام و قدم رنجه فرمودین. بسیار خوشحال هستیم که با ما هستید. بخیر باشید. آقای رضایی به این نخست جامعه را تعریف بکنیم. برای چه چیزی ما عنوان جامعه را عنوان میکنیم یا برای کدام پدیده ما نام جامعه را اطلاق میکنیم؟ بله، خب طبعا ما زمانی که کلمه جامعه را میشنویم و میخواهیم که یک تعریف داشته باشیم از جامعه، جامعه یعنی گروهی از افراد که با همدیگر در یک جا زندگی مشترک دارن و با همدیگر زندگی میکنن و از قوانین و فرهنگ و رسم و رواج ها با همدیگر در جامعه استقبال میکنند. خب در جامعه افراد و فرهنگ های گوناگونی هست. همانطور که آگاه هستید ما در جامعه میتونیم با افراد گوناگون و همچنان با فرهنگ های متفاوت روبرو شویم که همه این فرهنگ های گوناگون و افرادی گوناگون در یک جامعه با همدیگر یک جامعه را تشکیل داده است. بسیار عالی است. آقای رضایی، حالا قطعا هر جامعه، فرهنگ هر جامعه، اصول هر جامعه و همچنان ارزش های هر جامعه خواهان آن هست که جامعه به طرف پیشرفت برود. افرادی که در یک جامعه و اجتماع زندگی می کند تلاش دارد که جامعه را به سمت خوبی ها و عالی ترین دستاورد ها سوق دهد. حالا برای این که ما بتوانیم یک جامعه را به سمت شکوفایی، شکوه، عظمت و پیشرفت برسانیم، تعلیم و تربیت چقدر یک فاکتور مهم در این راستا بوده میتواند؟ خب آموزش را گفته میتونیم که یکی از اساسی ترین نیاز هر انسان و مهمترین عامل رشد و پیشرفت یک جامعه است. بسیار عالی. بسیار عالی. اما رقم که میگه آموزش انتقال معلومات از آموزگار به دانش آموز هست. خب ما این تعریف درستی هست، ولی آموزش یک فرایندی هست که فراتر از این حرف هست. بله. ما باید با آموزش به یک چشمی بسیار وسیع ببینیم. چرا که همونطور که گفتم عامل بسیار مهم در رشد و پیشرفت جامعه هست. بله. آقای رضایی، حالا وقتی که موضوع آموزش در میان هست، انتقال اطلاعات از یک نسل به نسل بعدی، انتقال معلومات از یک نسل به نسل بعدی، انتقال ارزش ها و فرهنگ ها و بنیاد های یک جامعه از یک نسل به نسل بعدی، انتقال تجارب از یک نسل به نسل آینده هست. دقیقاً برای اینکه این فرایند عالی تر باشد و همان گونه که شما فرمودین باعث پیشرفت یک جامعه شود، از کجا آغاز بکنیم که بنیادی ترین عامل پیشرفت جامعه را ما در جامعه نهادینه بسازیم؟ دقیقاً از کدام جا باید شروع شود؟ آغاز این پروسه از کجا صورت بگیرد؟ بله، سوال بسیار خوبی را شما مطرح کردید که درباره باید بحث شود. خب ببینید، ما در اول میخوایم یک تعریف کلی از خود آموزش داشته باشیم. عالی میشود. بعد سوال شما را بسیار عالی خواهد شد. بسیار عالی خواهد شد. خب آموزش را ما میتونیم بگیم فرایندی دوامدار و متداوم هست که به انسان دانش، مهارت، اخلاق، مسئولیت پذیری و توانایی حل مشکلات را می‌آموزد. بسیار عالی. خب آموزش، هر فرد توسط آموزش او استعدادی نهفته در درونش را شکوفا می‌سازد. توسط آموزش. بله. خب آموزش را همونطور که گفتم یک بحث بسیار گسترده هست. ما میتونیم آموزش را به دو بخش تقسیم بکنیم. بله. یکی آموزش خود آگاه داریم و دیگر آموزش ناخود آگاه. خب آموزش ناخود آگاه از همون اولی حیات ما در حقیقت شکل میگیره. زمانی که ما در طفولیت هستیم متولد میشیم. بله، از راه رفتن شروع میشه. این خودش یک نوع یادگیری است، آموزش هست، ولی ناخودآگاه هست. بله. همینطور وقتی که ما میخوایم حرف زدن را یاد بگیریم، ابراز محبت و عکس العمل وقتی که ما نشون میدیم، اینا همیش چی است؟ آموزش هست، یادگیری هست. آموزش ناخودآگاه هست. بله.
خب امیر رقم که ما در سن نوجوانی میرسیم، ما یاد میگیریم که چطور با خانواده، با والدین، با دیگران صحبت بکنیم و با آنها روبرو شویم. خب اینا کلش برمیگرده با آموزش. تا ختم حیات ما در حقیقت در یک پروسه دوامداری از آموزش قرار داریم که ایره گفتیم که آموزش ناخودآگاه هست. بخش بعدی دیگر که گفتیم آموزش خودآگاه هست که ما زمانی که وارد مکانهای آموزشی میشیم، مثلا مکاتب، پانتونها، مدارس و اینا آموزشی خودآگاه میتونیم بگیم، چرا که ما در مکتب میریم یک هدف مشخص داریم که تا مکتب را بخوانیم، خلاص بکنیم و وارد پانتون شویم. همینطور که پانتون را میخوانیم هدف داریم که از پانتون فارغ شویم و وارد مرحله عالی‌تری از آموزش راه پیدا بکنیم. خب این را میتونیم بگیم که آموزش خودآگاه که ما میفهمیم، آگاهانه یاد میگیریم، یعنی که آموزش میبینیم. درست؟ بله. خب نقش آموزش هم همانطور که شما گفتید تعلیم و تربیه چه نقشی داره در پیشرفت یک جامعه. خب نقشی بسیار بسزایی داره. بله. اگر ما میخواهیم که یک جامعه آگاه، توانمند و موفق‌تر داشته باشیم، پس باید آموزش را به حیث یک اولویت ملی ببینیم. بله. همون رقم که شاعر فارسی فردوسی بزرگ میگه توانا بود هر کی دانا بود. خب جامعه توانا هست که دانا هست. بله. اگر ما به آموزش ارزش بدهیم، طبعا یک جامعه آگاه، موفق و یک جامعه خوبی را خواهیم داشت. آقای رضایی، زمانی که موضوع پیشرفت جامعه میشه، سوال دیگری نیز در این راستا مطرح می شود. آیا هر آموزش باعث پیشرفت جامعه می شود یا باید ویژگی های خاصی را بر یک آموزش یا پروسه آموزشی ما قائل شویم که روی هم رفته باعث پیشرفت یک جامعه شود؟ بله. ببینید، بحث ما از آموزش تنها یادگیری در مکاتب، پانتونها نیست. در کل ما میتونیم بگیم که آموزش فرایندی است که دانش و مهارت ها را ما یاد میگیریم. در پهلوی ای که ما علم و دانش را یاد میگیریم، کسب علم و دانش میکنیم، مهارت ها را ما کسب میکنیم. بله. که این خودش هم یک نوع یادگیری و آموزش هستند. بله. خب بحث آموزش یک نقش بسیار گسترده داره در جامعه که نخست آموزش باعث پیشرفت آگاهی مردم می شود. زمانی که ما در مکاتب میریم، در پانتون ها میریم، خب طبعا ما وقتی که یک چیز را یاد میگیریم، سطح آگاهی ما بالا میره. درباره زندگی روزمره خود معلومات کافی را ما کسب میکنیم و همچنان معلومات عمومی ما افزایش پیدا میکنه. خب این آموزش هست که باعث پیشرفت آگاهی مردم در یک جامعه میشه. دوم، آموزش زمینه پیشرفت اقتصادی را فراهم میسازه. بله. زمانی که ما در جامعه سطح سواد بالا باشه، یعنی مردم به آموزش ارزش بدن، خب این خود به خود باعث میشه که ما از لحاظ اقتصادی رشد بکنیم و یک جامعه و شاهد این باشیم در جامعه که جامعه ما از یک اقتصاد خوبی برخوردار است. بله. آقای رضایی، بارز معذرت که میخوایم که در این راستا بحث را مطرح بکنم که یک تعدادی از جامعه شناسان به این باور هستند دانش آموزی که از استاد خود که تواناتر نباشد، نه به درد خود و نه به درد جامعه میخورد. اگر برای پیشرفت جامعه این مسئله را تعبیر بکنیم، به چه نتیجه میرسیم؟ خب طبعا یک چیزی تقریبا بگیم که درستی هست. باید هر دانش آموز کوشش بکند که چیزی را که از یک آموزگار یا از استادش یاد میگیره فراتر از او باید یاد بگیره تا که پیشرفت صورت بگیره. در غیر از او پیشرفت صورت نمیگیره. خب در صورتی که
شاگردی که امو معلوماتی را که آموزگارش برش انتقال میته، یعنی که فرایند آموزشی صورت میگیره، دیگه در حد استادش هم نباشه، خب طبعا که در این قسمت رشد متوقف میشه. بله، پیشرفت اینجا متوقف میشه. باید دانش آموز کوشش بکنه که بهتر از آموزگارش باشه. بسیار عالی است. آقای رضایی، هدفمندانه انتقال اطلاعات یا آموزش چقدر مهم هست و اینکه با توجه به نیازهای جامعه اگر این اهداف آموزشی گذاشته شود چقدر خواهد تانستیم که به زودترین فرصت به پیشرفت برسیم، نه اینکه ما کورکورانه به دنبال کسب اطلاعات باشیم. بله، ببینید زمانی که ما به آموزش ارزش بدیم در جامعه، آموزش باعث کاهش فقر، بیکاری و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در جامعه میشه. خب وقتی که یک جامعه معیار درستی را از باسوادها داشته باشه، طبعا او جامعه سالمتری هست. بله، وقتی در جامعه کار باشه، فقر نباشه، بیکاری کم باشه، خب ما میتونیم که آسیب‌های اجتماعی خیلی کمی را در جامعه مشاهده بکنیم. بله، و آموزش میتونه، همانطور که شما سوال کردید، میتونه آموزش در جامعه خیلی مؤثر باشه و بسیار عامل مهمی هست، یعنی که اثری مهمی داره که بیکاری و فقر و آسیب‌های اجتماعی را کاهش بده. بسیار عالی است. آقای رضایی، ممنونتان که آمدین، دعوت ما را پذیرفتین، جزء برنامه ما بودین. اگر برنامه امروزی را جمع‌بندی بکنیم و در قالب یک پیام تقدیم حضور بیننده ها و شنونده های عزیز بکنیم، چی عالی خواهد شد و چقدر ماندگار خواهد بود؟ خب قبل از اینکه ما پیام خود را به بیننده های عزیز بگوییم، یک آیه مبارکه از قرآن کریم هست که می‌فرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند برابرند؟ خب ما از این آیه مبارکه هم میتونیم استنباط بکنیم که آموزش، یادگیری چقدر در یک جامعه مهم هست. پس ما باید کوشش بکنیم که از جمع کسانی باشیم که میدانیم. بسیار. بله. و در پایان پیام ما به بیننده های عزیز این است که بیایید آموزش را یک اولویت ملی بدن. خانواده ها فرزندانشان را تشویق بکنند به یادگیری، به آموزش، و جوانان تلاش و کوشش بکنند که برای کسب علم و مهارت ها از هر فرصت استفاده بکنند. بله. و همه ما باید بدانیم که آینده روشن‌تر با آموزشی با کیفیت ساخته میشه. بسیار سپاس، ممنونتان و جهان سپاس از شما. تشکر از شما. بخیر. علاقه‌مندان و بنده ها و شنونده های بسیار عزیزی که تا الحال همراهی کردین. عزیزان بنده و شنونده، همان گونه که آقای رضایی اشاره داشتن، آموزش و پرورش باعث پیشرفت کشور می شود. افراد در جامعه تغییرات بزرگ را ایجاد کردند که آموزش دیده عالی بودند. اگر شما من حیث یک جوان این بار هدف گذاریتان را فراتر از وجود خود بسازید، هدف گذاریتان را پیشرفت جامعه بدانید، رشد و شکوفایی جامعه تان بدانید، حتی از امت اسلامی بدانید، همان گونه که صلاح الدین ایوبی مسئولیت خود دانست که باید تلاش بکند برای عالم اسلام خدمت بکند. شما هم اگر اهدافتان بزرگ باشد، خداوند متعال برای شما توفیق بزرگ خواهد داد و توفیق بزرگ باعث این می شود که شما پیشرفت‌های بزرگ، دستاوردهای بزرگ داشته باشید. امیدوار هستم در زندگیتان هدف گذاریتان را با اساس ضرورت‌های اجتماعیتان انجام دهید، بزرگ باشد، تلاش بکنید، توانا باشید تا پیشرفت‌های بزرگ نصیب شما و همه اجتماعتان باشد.